آثاری از قدیمی‌ترین اسناد و نسخ خطی به زبان فارسی در نمایشگاهی در آرشیو ملی هند در معرض دید عموم قرار گرفته است. در این نمایشگاه که مرکز میکروفیلم نور ایران با همکاری آرشیو ملی هند برگزار کرده، ده‌ها نسخه همانندسازی شده از اسناد و نسخه‌های خطی تاریخی و قدیمی مربوط به قرون هفتم تا 13 هجری به نمایش گذاشته شده است. ما از 2 سال قبل با آرشیو ملی هند در زمینه اسناد فارسی همکاری رو شروع کردیم. یکی از بزرگترین مجموعه های اسناد فارسی دنیا در هند. در این مدت 2 سالی که ما کار کردیم در اینجا حدود 800,000 برگ سند رو ما عکس برداری کردیم. نخستین روزنامه‌های فارسی زبان دنیا، نسخ خطی و قدیمی، کتاب‌های تاریخی، علمی، سیاسی و اجتماعی و فهرست تفصیلی اسناد تاریخی فارسی از جمله آثار ارائه شده در این نمایشگاه است. یکی از مأموریت‌های مهم رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در هند احیای میراث مشترک فرهنگی بین ایران و هند هست که بخش بزرگی از این میراث مشترک در نسخ خطی فارسی هستش که در هند تعداد اون به میلیون‌ها نسخه میرسه. هند یکی از بزرگترین مجموعه‌های اسناد فارسی دنیا را در اختیار دارد. این اسناد می‌تواند حلقه‌های مفقوده تاریخی را به یکدیگر متصل کند و روایت تازه‌ای از تاریخ را برای آیندگان بازگو کند. اسناد و آثار تاریخی گنجینه‌هایی است از اطلاعات باقی مانده از گذشتگان که در پژوهش‌های تاریخی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. محمد رضا طیران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دهلی نو.